وقتایی چه خوشحالی، یه وقتایی دلت تنگه، یکی حرفاتو میفهمه، یکی انگار از سنگه. چه آسون بهترین میشی، چه آسون تر یه بیهوده. چرا سردرگمی امروز تا بوده همین بوده. واسه دلتنگی های تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بی اندازه خوشبختی. تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بی اندازه خوشبختی. شما دارید در مورد من اشتباه فکر میکنید. میدونم. آسانسور چرا نمیاد تا هست؟ ما اینجا یه آقا فیروز داریم که بعضی وقتا این آسانسور دستکاری میکنه که عمدن تو این طبقه وای نسته. بریم با آسانسور پایین بریم. ولی شما دارید در رابطه با من اشتباه فکر. من اصلا اهل اینجور کاری که شما میگید نیستم. باور بفرمایید. آره خوب نگاه می‌کنم اصلا این کارا بهت نمیاد. قربون دهنت من دارم همین میگم. حتما تشابه اسمی بوده. این چیزها تو کار شما زیاد اتفاق میفته. آره خب خیلی. حتما تو مورد تو هم اشتباهی به وجود اومده. شک نکنید حتما همینطور بوده. اصلا میخوای آزادت کنی؟ شما بزرگواری میکنید. مراد خواهش یه لحظه فقط یه لحظه. ببینید عزیزان، ببینید من تو این ساختمون یه دکتر آبرومندم. اگه همکارام و مریضا منو با این وضعیت ببینن میدونید چه آبرویی از من ریخته میشه. خب درسته. خب من دارم میگم شما محبت کنید، این حداقل دستبند رو بازش کنید تا یه موقعی دوستان دچار سوء تفاهم نشن. همین. قول میدی فرار نکنی؟ آخه کجا فرار کنم عزیز من؟ مطلبم که اینجاست، آدرس خونم خودم تقدیمتون میکنم. من فقط دلم نمیخواد که همکار منو با این وضعیت ببینن. همین. قول دادی یا؟ خواهش میکنم مطمئن باشید. ببخش. بده من اینو. حداقل اونو بنداز روی دستبند. خواهش میکنم شما دارید با آبروی حرفه‌ای من بازی میکنید. اون موقعی که داشت اون بیچاره رو اغفال می‌کردی بعد فکر آبروی حرفه‌ایت هم می‌کردی. اغفال چیه؟ باز که دارید حرف خودتون رو میزنید. من تو عمرم حتی یه مورچه‌رم اغفال نکردم، چه برسه بگه زن. اصولا به نظر من زنها از جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردارن و حقوق زنان مسئله‌ای که باید بهش بها داده بشه. به سیاسی هم که هستی؟ سیاسی کدومه؟ ببین هر چی بگی پرونده خودتو سنگین‌تر می‌کنی. اغفال زنان اونم با انگیزه سیاسی کم جرمی نیست. برید عقب. بندازش تا جرم سنگین‌تر از این اصلا شده. جرم من به اندازه کافی سنگین هست. بفرمایید. یه اغفال سیاسی ساده رو تبدیل نکن به یه اغفال سیاسی مسلحانه. خداحافظ. کجایی تو؟ برو تو ببینم. باز خوبه حداقل این ساعت روز ساختمون خلوت همیشه. برو دیگه. نیما. سلام آقای دکتر. سلام. چی شده؟ چیکار کردی؟ هیچی، یه سوء تفاهم کوچیکه حل میشه. 100 بار من بهت نگفتم دنبال کارهای خلاف نرو. شما اصلا کی همچین حرفی طالب من؟ حالا من نگفته باشم این دلیل میشه که دنبال خلاف باشی. کی میگه من دنبال خلافم؟ میگم یه سوء تفاهم. سرکار ببخشید باور کنید پسر خیلی بدی هم نیستا. ببین حالا میتونی یه کاری بکنی که همه بشنون. میگم کاری نکردم. همشون همینا میگن. آره عجیبه، من همیشه منتظر یه همچین روزی بودم. ای بابا حالا من هیچی نمیگم، این همینطور داره تکرار میکنه. اینجا چه خبره؟ ای وای. آقای نیما رو گرفت. بالاخره کار خودشو کرد. کارمو؟ کدوم کارمو؟
دقت داشته باشید که هنوز جرمی ثابت نشده. واقعا خجالت داره. همینا هستن که دارن ما رو بدنام میکنن. باید جامعه پزشکان رو از امثال شما دکتر نما پاک. نگران نباش آقای دکتر. قانون از شهرونده در مقابل این جنایتکاران محافظت میکنه. شما دیگه دارید توهین میکنید. واقعا خجالت نمیکشی؟ نه واقعا خجالت نمیکشی؟ ناسلامتی دکتری یا چرا سر صداست؟ میشه منو زودتر ببرید خانه؟ اون چیه دستته؟ ای بابا آخر سر کار خودتو کردی؟ چیزی نیست یه سوء تفاهم کوچیک کتی خانم. خواهش میکنم برگردی سر کارتون. این آقا همسر قبلی بنده بودن. اون موقع که من زنش بودم واقعا آدم خوبی بود. بله خانم، ولی یه وسوسه است، وگرنه اینجور خلافا از اولش خلافکار نبودن. البته اینجور چیزا تو ذات آدمه. ایشون حتما ژنشو داشته. آره ژن مهمه. زنم خیلی مهمه. وقتی من زنش بودم خیلی مرد شریفی بود. از موقعی که این خانم جدیده گرفتن نمیدونم چرا این آقا یهویی نازنین خیلی هم زن خوب. به بالاخره گرفتنه. همین یکی رو کم داشت. جناب سربان چشم ازش بر ندارینا. غافل بشین زده به چاش. چرا داری پرت و پلا میگی مرد حسابی؟ نگران نباشید. گنده تر از ایناشا نتونستن دستم فرار کنن. از اون چشمای وزقیش معلوم بود که آدم درستی نیست. چشمای من وزقیه؟ خیلی خوب، را بیافریم. از اول هم قیافش به دکترانه. چه آخر عاقبتی داشت؟ عاقبت خلاف همینه دیگه. اصلا به قیافش نمیاد نیما این کارا اخفال. خاک تو سرم. چی شده خانم شیرتو؟ یعنی اون روز که به من گفتن پرونده ها رو بر اساس جنسیت از هم دیگه جدا کنن می‌خواستن اخفال کنن؟ چه ربطی داره؟ نمیدونم نداره؟ نه خیر. آخش خیالم راحت شد. من این آدمو بزرگش کردم. اگه این کاره بود تا حالا فهمیده بودم. کدوم کاره؟ همون کاره. روانشناس؟ اخفالگر. چرا شلوغش میکنی الکی خانوم؟ هنوز که چیزی ثابت نشده. اگه مامانم بفهمه چی؟ به مادرتون چه ربطی داره؟ خب اگه مامانم بفهمه محیط کارم ناسالمه منو میکشه. ما از اون تیپ خانواده ها نیستیم که. جلو نیا. ناسالم؟ خوبه مادرتون خودشون منشی ما بودن. خب حتما مامانم هم به خاطر دکتر افشار از اینجا رفته دیگه. اون وقت دخترشو میفرسته جای خودش؟ نه نمیشه راست میگی. خانم شیرزاد به جای چرت و پرت گفتن اجازه بدیم من فکر بکنم ببینم چه خاکی باید تو سرم برسه. باشه هر جور راحتی. فهمیدم چیکار کنیم. بعد زنگ بزنی به نازنین جو خبر بدیم. چیکار داری میکنی؟ ای وای آقای دکتر همین الان بهتون گفتم میخوام زنگ بزنم به نازنین. بله فهمیدم. میخوای بهش بگی شوهرتو به جرم اخفال گرفتن بازداشت کردن؟ راست خاک تو سر بمیرم براش. خانم شیرزاد تا هیچی معلوم نشده نازنین نباید بویی ببره، نباید بفهمه. خب آخه امشب شام مهمون دارن. چه ربطی داره؟ خب حداقل زنگ بزنیم بهش بگیم یه نفر شام کمتر درست بکنه اینقدر تو زحمت نیفته بی خودی. زورگیری نکنم چیکار کنم؟ روزی 100 دفعه تو این تلویزیون میگم واسه جوونا باید سرگرمی ردیف کرد. جوونی هم که سرگرمی نشوشه میره زورگیری میکنه دیگه. ای بابا میدونی چیه؟ اول از همه باید این فرهنگو جا انداخت که جوونی جرم نیست. ما جرممون جوونیه. مگه نه داداش؟ بله من قبل از هر چیزی باید خدمت شما عرض کنم که ناهنجاری‌های اجتماعی هر چی که میخواد باشه نباید مستمسکی باشه بر عدم پایبندی شما بر اصول اخلاقی و اجتماعی نسبت به جامعه. چی گفت؟ خوش داد؟ مستمسک جد آواز متی که نه خواهش میکنم آقا. نه منظور من از مستمسک من بهانه و دستاویز بود همین. دیوونه است. آره بگم به هر حال اینجوری فقط صورت مسئله رو پاک میکنه. ما جوونا اگه به خلاف کشیده میشیم این جامعه است که ما رو کشونده. ما قربونی این جامعه ایم. بله خوشم اومد قشنگ گفتی. جامعه مقصره. اون وقت میان به ما تهمت اعتیاد میزنن.
واقعا که زشته. درسته داداش؟ البته جدا از این مسئله باید خدمت شما عرض کنم که اصولا دستگیری کل جامعه کار شدنی نیست. منظورم اینه که در همین جامعه هم هستن کسانی که با پایبندی بر اصول اخلاقی و اجتماعی و نرفتن به سمت خلاف حتی باعث پیشرفت جامعه هم شدن. تو اگه مجرمی چرا این شاکی ها حرف میزنی؟ راست میگه، یه جوری حرف میزنه و اگه دستبند دستش نبود آدم خیال میکن رئیس پلیسه. اسمه چیه؟ موبایل تو چجوری آوردی تو؟ چون من دکترم کاری به کارم نداشتم گفتن میتونی. الو خانم هرمزی سلام. بله پخش زنده. خانم هرمزی الان من نمیتونم، من نمیشه بنازیم برای بعد. خانم هرمزی من الان وسط یه سمینار خیلی خیلی مهمی هستم. پشت خطن. بسیار خوب بسیار خوب، وصلش کنید. بله ببخشید. بله من قبل از هر چیزی باید خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام و روز بخیر بگم. در مورد سوال این شنونده عزیز که زنگ زدن باید خدمتشون عرض کنم که همسرشون وقتی این مشکل رو دارن که میرن داخل کمد و در رو به روی خودشون میبندن، این یعنی یک مشکل حادیه، مخصوصا موقعی که وقتی در کمد رو باز میکنن و مواجه میشن با جیغ همسرشون مشکل رو حادتر میکنن. به نظرم ایشون باید به یک متخصص من زنم یه خبر ازم. الو بله خدمتتون عرض میکردم که ایشون باید به یک مشاور متخصص مراجعه کنن و از پشت تلفن مشاوره دادن برای که ایشون به نظرم کار درستی نیست. البته قبل از هر چیز بنده افسردگی دو قطبی رو اولین احتمالی هست که برای ایشون در نظر میگیرم و ایشون باید مگه دامدن نمیشن گوشی نیاره تو. سرکار من وسط پخش زندم رادیو، سرکار من کارم دست میدم تو رادیو. ببینم مگه تو رادیویی؟ بله من دکتر نیما افشار هستم، مشاور و کارشناس رادیو. راست میگفتی ها، یارو دیوونه است. نه آقای مقصودی همین نیما افشاره، نه پسوند داره نه پیشوند. نه ببینید خدای نکرده من قصد سوء استفاده یا پارتی بازی ندارم، فقط میخوام بدونم کجا بردنش. همکار خودمه، دکتر روانشناسه. نه ببینید 2 مأمور اومدن 2 ساعت پیش اینجا دستبند زدن، گفتن شما بازداشتین به جرم اغفال چند تا خانم. نه از این اخلاقا نداره، آدم سالمیه. بله متوجهم. بله خیلی ممنون، سلام برسونید. خداحافظ. نشد. میگه پیگیری پرونده همچین مجرمی برای سابقه کاری خودش بده. میخوای منم یه پیگیری بکنم؟ آشنا داری؟ آره یه دوستی دارم منشی کارخونه سوسیس کالباسه، الان بهش زنگ میزنم. خانم شیرزاد منشی کارخونه سوسیس کالباس چرا باید بتونه همچین کاری رو انجام بده؟ چی کار میکنی داری زنگ میزنی؟ الو سلام توسا جون، خوبی عزیزم؟ آخه دلم واسه یه ذره شده بود. ببین میدونم سر کاری وقت تو نمیگیرم. این آقای دکتری هستش که من پیشش کار میکنم، 1 ساعت پیش 2 تا آقای پلیس اومدن بردنش. نه خانوما رو اغفال میکرده. ببین میخواستم ببینم که میتونی یه پیگیری بکنی ببینی کجا بردنش. نیما افشار. آره عزیزم افشار. الی فدات شم. خداحافظ. ازش خواستی یه پرونده انتظامی که در مورد اغفاله رو پیگیری کنه، اونم گفت چشم. خیلیتون راحت، خیلی ماشی خوبه، کارشو بلده، حتما آقای دکتر رو پیدا میکنه. سلام، چی شده؟ سلام نازنین خانم، شما اینجا چی کار میکنین؟ یعنی اینجا چی کار میکنه؟ خب مطب شوهرم. راست میگین مطب شوهرتون. منظورم این بود که چقدر خوب کاری کردین شهرزاده تشریف آوردین. شما چیزی نمیگین خانم شیرزاد؟ سلام کتی خانوم. نازنین. ای وای ببخشید نازنین خانوم، کی اومدی؟ من اصلا متوجه نشدم. همین الان خانم شیرزاد میخواستم ببینم که اتفاقی افتاد اینجا چه خوش. بله همین الان پیش پای شما 2 تا اتفاقی نیفتاده.
آخه من داشتم یه چیزی راجع پرونده و اخفال و این چیزا میشنیدم. آن چیزه، داشتیم راجع به یه خبری صحبت میکردیم که توی قسمت حوادث روزنامه چاپ شده بود. چه خبری؟ هیچی، یه آقایی رو گرفتن که خانوما رو اخفال میکرده. همین. یه آقایی چند تا خانم اخفال کرده، وقت شما میگه همین؟ اینجور آدما رو باید تیکه تیکشون کرد. البته کارش خیلی بد بوده، ولی دیگه تیکه تیکه کردن هم یه خورده زیاد نیست. زیاده؟ به نظر من نه تنها باید تیکه تیکش کرد، بلکه باید شکمشو پر سرب کرد، حتی میشه چشاشم از گازه در آورد. دیگه چه خبر خانم؟ هیچی، گفتم امشب برای شام ناصر بیاد خونمون. خانم شیرزاد اینجا رو به هم نریز، اینجا رو مرتب کن. چشم. فهمیدی که نیما گفت آزاد شده ناصر؟ بله به سلامتی. آره، هم خیلی خوشحالم هم خیلی استرس دارم. آخه اولین برادر شوهری که دارم تو زندگی میبینم، واسه همین خیلی دلم میخواد مهمونی خوب برگزار شه. حتما خوب برگزار میشه، شما کدبانو هستین، نگران نباشین. واسه همین اومدم از نیما زر پول بگیرم برم میوه شیرینی بخرم. تو اتاقشه؟ نه چیزه، یه کاری براش پیش ما رفت بیرون. کجا رفت؟ نمیدونم دقیقاً، ولی گفت زود برمیگرده. سابقه نداره اینجوری بی خبر مطبو ول کنه بره. حالا نگران نشین، چیزی نشده که. چیو نگران نشم؟ یعنی چی نگران نشم؟ اجازه بدین، خب من براتون توضیح میدم. چیو توضیح میدین؟ برای اولین بار برادر شوهرم داره میاد خونم و هیچی ندارم جلوش بزنم، یعنی چی نگران نشم؟ شما مشکل پوله. خب من یه مقداری پول همراهم هست، اینو تقدیمتون میکنم، مسئله ای نیست که. ببخشید، بفرمایید این تقدیم شما. دستتون درد نکنه، بد نباشه. نه خواهش میکنم، این حرفا رو نداریم با هم. میگم نیما پستون بده. خواهش میکنم، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. خدا نگهدار. راستی گفتین کجا رفته؟ من چیزی نگفتم. گفتین رفته یه جایی، من نفهمیدم. نه گفتم یه کاری حتما براش پیش اومده، رفته بیرون، فوری برمیگرده. خب اگه کار فوری براش پیش اومده میتونه زنگ بزنه به من بگه. خب بگی که آخه چی بگه؟ برای هر کاری که آدم نمیتونه مثلا زنگ بزنه که، درست میگم؟ من خب نگران میشم بعد شما بدونم کجا واقعا همیشه هر دفعه میرفته بیرون اینجوری بوده که به شما خبر میده. مغازه ها میبندن. بله دیرتون شد. دستتون در نکن، میگم دستتون بده. خداحافظ. آقای دکتر ملکی، یادتون باشه به هیچ وجه راجع به این قضیه چیزی به نازنین خانم نگین. اینو قبلا خودم بهتون گفته بودم. شما یه لحظه به عرض بنده یعنی گوش شما بدین. حالا رفتی رو مخ من ولکنم نیستی. آخه اگه 2 دقیقه به حرف من گوش بدین به جون مادرم دیگه. ولش که قاسمی، بذار حرفشو بزنه، شاید دست از سر کچل من برد. واقعا وقتی میبینم یه آدم انقدر شرافتمند و مسئولیت پذیره به آینده این مملکت امیدوار میشم. همین آدمای امثال شما هستین که تو این مملکت دارین زحمت میکشین، ما رو جمع جور میکنین. من واقعا قبطه میخورم. خیلی خوب حرفتو بزن، 1000 تا کار دارم. میخواستم عرض کنم خدمتتون که من نشستم کلی فکر کردم، متوجه شدم که اگه خدای نکرده یه جوونی کارش به مسیر خلاف کشیده میشه، خودش مقصر نیست که، جامعه مقصره. من خدمت این آقا بیرونم گفتم، با مجرم دونستن ما جوونا که چیزی درست نمیشه. مجرم اصلی جامعه است که الان اون بیرون داره ول میگرده. آفرین، کاملا درست. قربون فهم بالاتون برم. پس ببینید ما هیچ کاره ایم، شما میباز جامعه رو بازداشت کنید، نه ما رو. قاسمی، سر این آقای محترم آزاد میکنید، میرید جامعه رو دستگیر میکنید، نیتین چی؟ از شما درد نکنید، ببخشید سرتون رو در آوردم، شرمنده‌تون. ببر صداتو قاسمی، ببر بنا گوشه بازداشتگاه، کوچکترین حرفی هم زد بیای به خودم میگی تکلیفش رو روشن کنم. ببرش قاسمی. صبر کن. اینو تو جیب من پیدا کردم. ای بابا جناب سر، از شما بعیده این چیزا تو جیبتون پیدا بشه. ببرش قاسمی، ببرش. خیلی خوب، ببرش. سلام، روزتون بخیر. خسته نباشید، واقعا کارتون خیلی سخته. یک روحیه خیلی قوی میخواد که با این مجرما و با این قاچاقچی ها میتونید. نیما افشار؟ بله، دکتر افشار. البته کارت ویزیتم داخل کیفم تو جیب شلوارمه. اگه شما دستور بفرمایید اینا رو باز کنن من تقدیمتون میکنم. چند وقت این کارو میکنی؟ روانشناسی رو؟ خیر،
اخفال زنای ساده رو میگم. باور بفرمایید سوء تفاهم پیش اومده. من تا تو عمرم یه چراغ قرمزم رد نکردم، چه برسه اینکه بخوام خدای نکرده کسی رو اغفال کنم. البته شما همسر بنده رو نمیشناسید، اگه میشناختید، اگه من جرأتش هم داشتم نمیتونستم همچین کاری رو بکنم. نخندید آقا. ببخشید مثلا قصد جسارت نداشتم. اسم نیما افشاره؟ و دکتر نیما افشار. تو رادیو به عنوان کارشناس صحبت میکنی درسته؟ بله شما هم گوش دادید برنامه فکر من. بیکارم؟ اینجا توی شکایاتت نوشته. شکایت آخه شکایت از چی؟ شکایت نه، شکایات. باور بفرمایید برای من پاپوش درست کرده. از این همکارای من از وقتی که دارم میبینم من توی رادیو دارم کارشناسی میکنم داره چشمشون در میاد. هر کاری میکنن که تو مطب جای منو بگیرن. شاید هم کار سرویس های امنیتی کشورهای خارجی باشه. واقعا؟ چرا پرت و پلا میگی مرد؟ اینجا چندی خانم ازت شکایت کردن که جنابالی به عنوان روانشناس و کارشناس رادیو اعتمادشون رو جلب کردی، بعد رفتی خواستگاری ازشون چی؟ پول گرفتی. من حالا یه چند سالی که رفتی گوشی زندان آب خنک خوردی یاد میگیری که دیگه از این کارا نکنی. باور بفرمایید اشتباهی رخ داده. حالا فعلا میری بازداشتگاه، بعد مشخص میشه که اشتباه شدی یا نشد. شما اگر اجازه بفرمایید این دستبندهای بنده رو باز کنن، بنده برم منزل، فردا صبح اول وقت میام خدمتتون، اصلا ببینیم ماجرا چه قراره. از کجا بدونم که صبح برمیگردم؟ من وقتی یه قولی بدم امکان نداره بزنم زیرش. قول دادی یا؟ قول شرف. مردونه؟ قول شرف و مردون. بسیار خوب. پس اجازه بدید که بگم بچه‌ها شما رو برسونن منزل. نه من راضی به زحمتتون نیستم، خودم یه آژانس میگیرم. قاسمی بیا اینو از جلو چشم من ببر بیرون. خواهش میکنم خواهش میکنم یه لحظه اجازه بفرمایید. من اگه امشب نرم خونه زندگی زن و شویی به خطر میفته. امشب برادرم برای اولین بار میخواد پاشه بیا خونه ما و با زنم روبرو بشه. اگه من نباشم زیراب منو پیش زنم میزنه. من اون موقعم که میرفتم خواستگاری میرفت زیراب منو به همه جا میزنه. پس از قدیم هم خواستگاری زیاد میرفتی. خب بله البته ما فرق میکرد. چه فرقی میکرد با این خواستگاری‌ها؟ خب من اون موقع نیتم خیر بود. پس داری الان اعتراف میکنی که الان نیتت خیر نیست. من کی همچین حرفی زدم؟ من فقط دارم میگم قاسمی بیا اینو از اینجا ببر. بیا ببرش. ببرش قاسمی. خانم شیرزاد خانم شیرزاد. بله آقای دکتر. خانم چیکار داری میکنی؟ رفتم پرونده های مریضای آقای دکتر افشار رو بیارم، یکی زنگ بزنم بهشون بگم دیگه نیان. برای چی آخه؟ برای اینکه آقای دکتر افشار حداقلش اینه که میرن حبس ابد. برای همین من گفتم زنگ بزنم این بیچاره دیگه خودشونو معطل نکنن، بگن یه دکتر دیگه پیدا کنن. خانم قبلا هم که گفتم هنوز چیزی معلوم نیست که. نکنین این کارو. باشه چشم. من دارم میرم بیرون، میخوام برم همه جا رو بگردم ببینم پیداش میکنم یا نه. حالا نمیخوای صبر کنین دوست من زنگ بزنه؟ همین منشی کارخونه سوسیس کالباس. خانم من به آدمای گنده‌ای زنگ زدم هیچ کس نتونست کاری بکنه. اون منشی کارخونه میتونه کاری بکنه؟ خودشه. الو سلام توسا جون. وای ببخشید تو رو خدا با زحمتای ما. آره عزیزم ببین شماره پروندهش هم به من میگی؟ دست درد نکنه. خیلی ممنون. الهی فدات شم. خداحافظ. این شماره پرونده، اینم آدرس کلانتری. بفرمایید. این چجوری تونست این اطلاعاتو پیدا کنه؟ با تلفن. نه منظورم که به کجا زنگ زده که این اطلاعاتو بهش دادن؟ این دوست من آتوسای دختر خاله‌ای داره که مشی یه رستورانیه که از اون رستورانه غذا میبرن برای شرکت نرم افزار کامپیوتری که اون شرکت هم یه مشی داره که مشیش با دختری آدم گنده‌ای دوسته. آدم گنده؟ کیه اون آدم؟ دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. با من کاری نداری، من میرم این کلانتری. نه شما اگه کار چیزی داشتی رو درواسی نکنین و حتما تماس بگیرین. چشم حتما. خداحافظ. خداحافظ. با تو وفا کردن تا به تنم جان بود،
عشق و وفاداری با تو ندارد سود، با تو ندارد سود. به به، ناز نفسه، جیگرمون رو حال آوردی. وظیفه‌مون رو انجام دادیم. قربون تو برم، دمت گرم. خب داداش، شما با چی اومدین تو؟ کلاهبرداری. چه جرمینی؟ شما چی؟ مواد فروشی. سبک یا سنگین؟ یک کانتینر. دمت گرم، خوشم اومد. ببین آدم یا نباید کار انجام بده یا اگه میخواد انجام بده باید درست انجام بده. خوشم اومد. خب شما چی داری؟ قتل سریالی. چند فقره؟ 7 فقره. 4 تا مرد 3 تا هم زد. جنس جوره. خوبه. داداش باشونی شما چی کاره ای؟ نمیخواد بگی، بذار خودم حدس بزنم. آره؟ آره. بعد از همون اول تو چشات میخوندم. من 6 فرسخی چش آدم رو ببینم میشناسم چی کار است. خب داداش شما برامون تعریف کن چی داری؟ سرقت مسلحانه. رفیق نامردم فروختم. ور بیفته این دوره نامردی. منو بینی؟ 3 تا نامرد رو دراز کردم اومدم اینجا. شازده پسر، آقا پسر، با شمایی ما. شما چی داری؟ من هیچ، من بیگناه. معلومه تازه کاری. اولا اینو بهت بگم، این حرفا ما رو اونجایی که بازجویی میکنن. این رفقام که میبینی همه خودی هم. پس هرچی داری بریز. نه من جدی گفتم، من کاری مرتکب نشدم. آخه اینه یه جرمی به من نسبت داده که من تو روحم ازش خبر ندارم. میشه بفرمایی چه جرمی به تو نسبت دادم؟ هیچی بابا، اخفال زنان. چی؟ اخفال؟ نامرد آدم زن و بچه خودشو بکشه، بچه مدرسه ای رو معتاد کنه، اما با احساسات دختر مردم بازی نکنه. بیمعرفت. بابا این چیزی که اونا میگن. من از اما اول تو چشای وزقت میخوندم. چشای من کجاش مثل وزقه؟ ببار صداتو. چطور دلت اومد دختر مردم اخفال کنی؟ ببینید من کمربند مشکی کاراته دارم. اگه یه قدم دیگه بیاید جلو میدونید چه اتفاقی میفته؟ مثلا چه اتفاقی میفته؟ چه خبر اونجا؟ از اینا بپرس چه خبره. نیما افشار. بله. ملاقات داری. حالت خوبه تو؟ چیزی شده؟ بیا اصلا حرفشو نزن. باشه هر جور راحتی. تو فقط منو از اینجا بیار بیرون، خواهش میکنم جون هر کسی رو دوست داری بیار من از اینجا بیرون. یه چیزی میخوام ازت بپرسم، دوست دارم راستشو بهم بگی. بپرس. این چیزایی که رئیس کلانتری بهم میگفت راسته؟ منظور چی؟ منظورم خوب میدونی چیه، راسته یا نه نیما؟ تو یعنی واقعا فکر میکنی من زنا رو اخفال کردم؟ تو در مورد من همچین فکری میکنی؟ قبل از امروز که ماجرای خواستگاریاتو برام تعریف کردی همچین فکری نمیکردم. اون مال یه موقعی، اون مال زمان مجردین بوده هومن. باشه ولی من مجرد دیگه ای رو نمیشناسم که همزمان خواستگاری چند نفر رفته باشه. خیلی خب، حالا من یه زمانی یه اشتباهی کردم، ببخشید، خوبه؟ باشه پذیرفتم. حالا میشه من از اینجا بیاری بیرون؟ دارم تمام سعیمو میکنم. جناب سرهنگ گفت امروز با شاکیا تماس گرفته که بیان اینجا. برای چی؟ برای تشخیص هویت. تشخیص هویت کی؟ تشخیص هویت تو دیگه. قراره تو رو ببینن که تو اخفالشون کردی یا نه. حالا نمیشه من از اینجا ببری بیرون، از روی عکسم میان تشخیص هویت کنن؟ دیگه رو تو زیاد نکن دیگه. همینجوریش هم کلی جون کردم تا جناب سرهنگو راضی کردم امروز باهاشون تماس بگیره و یعنی میخواست 2-3 شب نگهت داره. 2-3 شب؟ بله. داداشمونو خوابیده. باشه مینه.
دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. جناب سرنگ. نه من دکتر هستم. بله؟ میگم من دکتر هستم. جناب سرنگ. خب جناب سرنگ چی؟ رفیقتون دیونه است. منظورش اینه که بریم پیش جناب سرنگ. بله من در خدمت شما هستم. بیا بریم. یعنی اگر به خاطر آقای دکتر نبود حالا نگرت می‌داشتیم. واقعا که شانس آوردی. برو خدا رو شکر کن که چنین دوستایی داری. شما لطف دارید. البته اگه آقای دکترم تشریف نمی آوردن شما خودتون متوجه می شدید که بنده بیگناه. بفهمید. عوض تشکرشه. نگفتم به این آدما نباید فرصت داد. اجازه بدید برگرده اون تو که حداقل قدردانی رو یاد بگیره. هر جو صلاح میدونی. قاسمی؟ نه. من ببخشید معذرت. همین. درستابی تشکر کن. مؤدبانه. شما بزرگواری کردید تو منجا. نه نشد. بیشترش کن. شما خیلی لطف کردید. خیلی بزرگواری کردید. من از شما خیلی متشکرم. هم از شما هم از شما. حالا بهتر شد. بله. قربان شکات اومدن. یکی بفرست تو. بله قربان. الان مشخص بشه که چی کاره ای. سرکار خانم درست به این آقا توجه کنید ببینید ایشون همون کسیه که ازشون شکایت کردی. نه خیلی آقا من که تو شکایتم هم نوشتم اسمشون آقای دکتر نیما افشار بود. شما مطمئنید؟ معلومه که مطمئنم هر روز برنامه‌شون رو گوش میدم. شما هر روز برنامه‌های منو گوش میدین؟ برنامه شما رو نخیر برنامه آقای دکتر افشار رو گوش میدم. خانم ایشون خود آقای دکتر نیما افشار هستن. یعنی من نمیدونم کی اومده خواستگاری. دیگه فرق بین این چش وزغی و با دکتر افشار که تشخیص میدم. شما بفرمایید. چشای من وزغیه. بله. این دکتر افشار نیست. دکتر افشار شکل دیگه است. خانم من دکتر افشار هستم. بی خود صدا شبیه دکتر افشار نکن. اگه تو دکتر افشار بودی الان همین صندلی رو سرت خورد میکردم. نمیدونم ممکنه خودش باشه. شما مطمئن هستی؟ اگه سیبیل داشته باشه موهاش هم فر نباشه یه کمی هم چاق‌تر بشه ممکنه شبیهش بشه یه کمی هم قدش کوتاه‌تر باشه. قاسمی نفر بعد. خودشه. من؟ شما ساکت آقای افشار. مطمئنید شما؟ بله کاملا. خود نامردش بود که اومد خواستگاری من. فکر کردی میتونی از دستم فرار کنی؟ خانم شما دارید اشتباه میکنید. هیچم اشتباه نمیکنم. باید منو بگیری. شما این تو من چیکار؟ وا به تو چه؟ یه بارم که شوهر گیرم اومده تو نمیذاری. صبر کن قاسمی صبر کن. ببینم مگه این خانم جزو شوکات نیست؟ نه خیر قربان ایشون برای پرونده دیگه اومدن. بفرمایید خانم. نه نمیام. باید منو بگیره. بفهمید خانم بیرون. بفرمایید. باشه میرم. ولی فکر نکنی ولت میکنم و تازه پیدات کردم. قاسمی کسی مونده بگو بیاد. نه خیر نگاه نمی کنم. ببینم مگه شما از این آقای شکایت نکردید؟ چرا؟ خب اگر به ایشون نگاه نکنید که نمیتونید هویتشو تشخیص بدید. امکان نداره. من قسم خوردم تا آخر عمرم دیگه تو روی این آدم کثیف نگاه نکنم. قاسمی این خانم بره بیرون نفر بعدی بگو بیاد تو. شوکی بعدی نریم قربان. فعلا همینا رو پیدا کردیم. خیلی خوب. برید بیرون. برید. خب پس من دیگه میتونم برم دیگه؟ نه متاسفانه. چرا شما گفتید من شاکی دیگه ای ندارم؟ نگفتم شاکی نداری، گفتم همشون نیومدن. آقای افشار تا زمانی که همه شوکات نیان اینجا رضایت ندن نمیتونی بری، مهمون مایی. تو رو به جون هر کسی دوست دارید منو دوباره نفرستید تو بازداشتگاه. تو یه چیزی بگو. چی بگم بابا؟ این آقا رو دستی کن به جرم کلاهبرداری. دکتر افشار خودشه. همین الان تو راه رو دیدمش. من یه جیبور معمولی ام. مطمئنی خودش خانم؟ بله. خودتی؟ غلط کردم.
سلام. سلام. نگاش کن. مهمون دعوت میکنن و خودشون این وقتی شب میان. خیلی سعی کردم این خوشقولیه رو یادش بدم اما فایده نداشت. ببخشید شرمندم، ترافیک خیلی سنگین بود. شما خوبین؟ بله، ولی مردیم از گشنگی. ببخشید. نازنین تو خوبی؟ من آره خیلی ممنون. با آقا ناصر کلی حرف زدیم و برای هم خاطره تعریف کردیم. آره؟ حالا مطمئنه که خوبی؟ آره خوبم دیگه. گفتین خاطره تعریف میکردین؟ آره. نازنین خانم واسم تعریف کرد که شب عروسیتون چجوری گیر کرده بودی تو دستشویی. کلی خندیدیم. حالا نمیخواد اینقدر بخندید. درش قفلش خراب بود، باز نمیشد. وای آقا ناصر قیافشو باید میدیدین وقتی پیداش کردیم، خیلی خنده دار بود. اصلا عکساش هست. مثلا عکساشو بیارم. سب کن. دیگه. ببینم چیز خاصی که بهش نگفتی؟ نه. چه چیز خاصی؟ هیچ همطوری کلن پرسیدم. نه. معلومه داری آدم میشی ها. چطور؟ این دختر نازنین دختر خوبیه. واقعا؟ بله واقعا. هرچی از اون دخترایی که میرفتی خواستگاریشون اون کتی افاده بدم میومد، یکی خاک خلیه مثل خودمونه. بس خاطر همین از اونو خوشت نمیومد؟ بله معلومه که خوشم نمیومد. چی بودن اونا؟ زندگی تو سیاه میکردن. همین کتی کم چزونده، هرچی هم زور زدم بپرونمش نشد که نشد. بس خاطر همین اون کارا رو میکردی نه؟ آره؟ خب آره معلومه. من وظیفه‌م بود. اصلا این چه حرفی داری تو میزنی؟ من برادر بزرگتم، احساس مسئولیت میکنم. من نیما نگرانتم. بیا بغلم داداش. من نمیدونستم شما انقدر همدیگر دوست داری. کی گفته من اینو دوستش دارم؟ من عاشقشم. بیا نیما. دست شما ده. نیما نگفته بودی انقدر آقا ناصر با نمکه؟ کلی حرفای خنده‌دار برای من تعریف کرد. چی گفته آقا ناصر با نمکه؟ آقا ناصر عسل. تازه هنوز اساسیاشو واسهتون تعریف نکردم. تعریف کن ناصر خان، امشبو میخوایم خوش بگذرونیم. آره آقا ناصر بگی نظر بخندی. باشه خیلی. داستان دختر خانم معینی رو میدونین که نیما بعد از شما رفت خواستگاریش؟ قبلش بود. نه عزیزم بعدش بود. قبلش بود عزیزم. بعد از من رفت خواستگاری؟ بله. نه قبلش بود. نه شما داری اشتباه نه. میکنی اجازه عزیز بده من. نیما بعدش جان. بود. ببینید نازنین خانم من که نمیدونم ولی مامان اومده بود ملاقات، سیر تا پیاز ماجرا رو واسم بعدش. مامان نمیدونه قبلش. مامان نمیدونه. مامان قسم نمیخواد. من قسم میخورم، من توضیح میدم نازنین، من توضیح میدم. قبلش بود عزیزم. ناصر نمیخواد تعریف کنه. مامان شام نداریم. شام. خب آدما به این سادگی عوض نمیشن. ناصرم هر چی است به هر حال آدمه. باز خوبه که ماجرا با چند شب خوابیدن توی مطب و روی کاناپه حل شد. خانم شیرزاد بس دیگه، الان حتما اثر کرده. ای وای خب خیر از محکم کاری که عیب نمیکنه. خانم شما به این محکم کاریتون ادامه بدید من خفه میشم اینجا. اصلا میدونی همش تقصیر منه که نگران امنیت شما. حالا خوابتون رو نگفتید، تعریف کنید. ایوا من عادت ندارم خوابمو برای کسی تعریف کنم. حالا این دفعه تعریف کنید. اصرار نکنید آقا، من 3 قانون دارم که به هیچ وقت زیر پا نمیذارم. چه قانونایی؟ اولیش اینه که همیشه به پدر و مادرم احترام میذارم. دومیش اینه که وقتی پشت سر یه نفر حرف میزنم دقت میکنم که خودش اونجا نباشه. سومیش اینه که هیچ وقت کفش کرمو با مقنعه سرمه‌ای سرم نمیکنم، مخصوصا سه‌شنبه‌ها. عجب قوانین مهمیه. بله خودم هم میدونم. بعد اون وقت این خوابه کجاش بود؟ نبود. نه خیر. خب پس میتونم تعریف کنم. خب بفرمایید دیگه خانم. خواب دیدم که من تو مطب نشستم، بعد شما میای دستتون رو شیشه بریده. من میگم خدا مرگم بده، چی شده آقای دکتر؟ شما گفتین نازنین خانم تو خونه دچار گاز گرفتگی شده. من اومدم نجاتش بدم، مجبور شدم شیشه رو بشکنم. بعد نجاتش دادم.
نه ایشون که مردن. بچه ها من گفتین که یه چاقو براتون بیارم که شیشه‌ای که رفته تو دستتون رو در بیارین. چاقو از دستتون در رفت، دستتون قطع شد. چه خواب ترسناکی دیگه. نه اینجاش که خوب بود. یعنی بازم ادامه داره؟ بله. بچه ها به من گفتین که برم از آقای دکتر ملکی الکل بگیرم براتون که دستتون رو ضد عفونی کنین. بعد خواستین با فندک دستتون رو ضد عفونی تر کنین. فندک که زدین یهو آتیش گرفتین بعدش مردین. من هیچ وقت دلم نمیخواست که با سوختن بمیرم خانم شیرین. از سوختن نمرده که از مسمومیت مرده. از مسمومیت مردم؟ بله. چه ربطی داره؟ نمیدونم، برای خودم هم واقعا سوال بود. باز خوبه که خواب بوده. بله البته خوابای من اغلب اتفاق میافتن. واقعا؟ البته نه دقیقا همون جوریا، ولی مثلا پارسال خواب دیدم که عموم تو جاده شمال تصادف کرده افتاده ته دره، بعد زنده آتیش گرفته مرده. ولی خب دقیقا اونجوری هم نشد. پس خدا رو شکر سالمه. نه عمو، نه بابا عموم که مرد و همون اتفاق براش افتاد داره تو جاده تبریز. خانم شیرزاد این اسفند رو بی زحمت بدید. بسوختی؟ نه سلام آقای دکتر، من متوجه نشدم شما اسفند برای خودتون دود میکنی؟ نه میتونی برای ضد عفونیه. من چش نخورین ها؟ اون که آقای دکتر شما لطف دارید، من فقط دارم وظیفه‌مو انجام میدم همین. نه اتفاقا بابت کیفیت خوب کارت خیلی هم امکان داره چش بخوری. شما لطف دارید، شما لطف دارید. اون خانمی که فرستادم پیشت خیلی اتفاقا ازت راضی بود. آقای دکتر خیلی کار خوبی کردید فرستادید پیش من. اون واقعا بگه مشاوره خیلی خوب احتیاج داشت. واقعا شوهرشون در حقشون ظلم میکردن آقای دکتر و با وقاحت تمام بهشون تلقین میکردن که ایشون بدبینن. شما اینا رو عیناً بهشون گفتید؟ دقیقاً همه رو گفتم. واقعا بد زمونه ای شده. شما نمیدونید این خانم با چه شوهر پست و کثیفی سر کار داره. بد زمونه ای شده آقای دکتر، به من خودتون نگاه نکنید. الان بعضی از مردا بعضیاشون واقعا به خودشون اجازه میدن که هر غلطی بکنن و بعد با وقاحت تمام برن خونه و به زنشون بگن که شما بیمار روانی هستی. میبری صدا تو یا خودم ببارمش؟ بله. مگه من نگفتم هوای شوهر اون زن بد داشته باشی؟ آقای دکتر من چطور میتونم از یه آدم پست این چنینی دفاع بکنم آقای دکتر؟ اصلا جا نداشت که من دفاع کنم. ساکت. از ماه بعد 200 تومن میکشم رو اجارت. به فیروزم میگم دیگه نذاره با آسانسور بری بالا. پارکینگ هم ازت میگیرم. تو آدم شی. یاد بگیر هر کاری بهت گفتم عیناً انجام بدی. آخه چرا آقای دکتر؟ شوهر پلید و نامرد اون زن منم. امشب از خونه انداختم بیرون بعد تو مطب بخوابم. وای خیلی بد شد. افتضاح شد، افتضاح. من همیشه فکر میکردم خواب تعریف نکردنم جزو 3 قانون اصلیمه. مطمئنی نبود؟ تو لحن خنده هات احساس غم نبود، من عاشقت شدم دست خودم نبود. این خونه روشنه اما چراغی نیست، دنیام عوض شده این اتفاقی نیست. احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست. احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست. عاشق و دیوونم منم شبیه تو، پابند این خونم. این خونه روشنه اما چراغی نیست، من عاشقت شدم این اتفاقی نیست. احساس من